بچه ها ما از پاساژ برگشتیم از همون پاساژ مصطفی جعفر و 140 نفر بازدید. و بچه ها یه ثانیه اون بر رو نگاه کنید. خب این دیگه منم. حالا یه ثانیه اون بر رو نگاه کن. باید همین آرادی یه ثانیه این بر رو نگاه کنید. سلام. اینجوری که نگاه میکنید پدر من است. اینجوری که نگاه میکنید اینم داداش من است. سلام. یه بار خواه داشتیم با کلاپ بازی میکردیم دیگه ویدیو خراب یعنی طولانی شد. حالا اگه امروز داریم با داداشم یه بار آقا یه بار ما کلاپ بازی کنیم بگیم. الان ما داریم از پاساژ داریم برگشتیم داریم این خونه اینجا هاشو نگاه کنی ایستگاه قطاره خود قطاره. یه قطارم درست کردم. این مارکت بچه ها. بچه ها ما دیگه بریم دیگه خونمون یه خدافزی هم میکنیم. علی خدافزی کن. خداحافظ بچه ها. آقا یابدی خدافزی کن. خدافظ. بچه خدافز.